برم الان مرغ رو بکشم، آخرش واسه‌تون میذارم که ببینید. بچه‌ها دیگه وقت نشد سیتم میسو کنم، چاشنیش بذارم واسه‌تون. بچه‌ها وقتی من میام آشپزی کنم، محمد پارسا میاد در این کشه‌ها رو باز میکنه، میریزه، میپاشه. بعد که من آشپزیم تموم شد میخوام از آشپزخونه بزنم بیرون، باید تک تک بشینم اینا رو دوباره درست کنم، دوباره بشم. مامان درشو میبندی؟ مرسی. درشو ببند. آفرین پسرم، درشو ببند. مرسی. وای چه پسر مؤدبی، به حرف مامانش گوش میکنه دیگه. منم نگاه کنیم بچه‌ها، این برنجمه. بچه‌ها من نمکم میریزم. این نباید حواستون باشه موقعی که میخواین آبکش کنین، خب مسلما نمک زیاد میبره چون میخوای آبکش کنی، ولی وقتی میخوای دم بکنی نمکش باید خیلی کم بریزین. بچه‌ها خیلی حواستون به این قضیه باشه. دیگه این برنج برید واسه آبش جمع بشه. و اینم که مرغمه، زیرش بچه‌ها خیلی کمه. خب اینم بره که جا بیفته. یه مشکلی پیش اومد چون این برنج از قبل خیس شده بود، فکر کردم اینقدر خیس مثلا اینجوری بشه، برنج به شدت شفته شده و من مجبور شدم دوباره آب برنج بذارم، دوباره این برنج از نو دوباره کنم. برنج کلا بچه‌ها شفته شد، کلا شفته شد، خیلی بد شد. گفتم میخوام برای شما نتیجهشو بذارم، آبروم میره. تا دوباره برنج از اول من برنج دم کردم. بذار دوربینو براتون درست بزنم که شما ببینید. من دوباره باید برنج خیس کنم. برنج خیلی بد شد، شفته شده بود. من اصلا غذا نونی دوست ندارم، اصلا غذا نونی دوست ندارم. نمیگم با غذا نونی سیر نمیشم، سیر میشم، ولی غذا نونی دوست ندارم کلا. فقط دوست دارم برنج بخورم. غذا نونی به شدت متنفرم از غذا نونی. بچه‌ها خیلی بده آدم همیشه مجبورش برنج دم کنه، هر روز باید برنج بخوره، ولی خب من اینطوری هم که دوست ندارم. خیلی غذا نونی دوست دارم، مثلا علی و اشیا غذا نونی رو دوست دارم، ولی من دوست ندارم غذا نونی. ماما پارسا هم نمیدونم، حالا اون یه بزرگترشو بعداً متوجه بشیم که غذا برنجی دوست داره یا نونی. من موقعی که بچه بودم کلا همین بودم، کلا برنجی بودم. اون موقع مامانم از دستم خسته میشد، میگه یعنی چی همش برنج بره، ولی خب من دوست داشتم دیگه. یه تایمی بود که مثلا آبجیم ازدواج کرده بود، من مثلا مجبورم واسه خونه آشپزی کنم. بعد مامانم وقتی سر کار بود بیرون بود، بعد من برنج درست میکردم. بعد مامانم میومد قاطی میکرد، میگه یعنی چی دیروز ما برنج خوردیم، امروز ظهر برنج دوباره تو امشب دوباره برنج درست کردیم. گفتم بابا من دوست ندارم، چیکار کنم؟ تو مسئولیت غذا رو گذاشتی پای من، پس منم ترجیح میدم مثلا برنج درست کنم، مثلا برنج مثلا بخوریم و اینا. من با مثلا غذا نونی سیر نمیدم. بعد اون گفتم همیشه داداش مثلا یه خواهرم که ازدواج کرده بود، ولی اونا هم پای من میسوختن دیگه. ولی خب ناراحت بودم، غر میزدم، ولی خب من دورم اونو بیشتر کاری که میخواستم اون میکردم. بعد به شدت شکمونم. غذای خوب خیلی دوست دارم، همیشه غذام خوب باشه، غذام همیشه عالی باشه. غذای بد اصلا دوست ندارم، دوستم غذام همیشه غذای خوب باشه. غذا نونی نمیگم همیشه نونیه، یه موقعی مثلا غذای مثلا حاضری میخوریم، فست فود میخوریم. بعد چجوری بهت میگم، بادمجون خیلی دوست دارم، اونم بادمجون برامی. بعد زمین خیلی کم، ولی به خاطر علی و اشیا مجبورم اینا رو درست کنم. حالا خودم باشم که اصلا نمیخورم، ولی به خاطر علی و اشیا که صداش دیگه گفتم منم ظرفام بشورم، همینجوری دارم ظرف بشورم شما خورد. بچه‌ها من سر قضیه چجوری
بهت بگم من پارت اول زندگیمو امشب واسهتون گذاشتم دیگه. خیلی خوشحال میشم دیگه حسابی حمایت کنید دیگه. من موقعی که اومدم تو این خونه تنها چیزی که یادم فقط دارم میدوام یه سر کارهای علی، سر اینکه سالن ثبت نام کردم میرم سالن واسه کراتینه یاد پایینم تو خونه نیستم. موقعی که میام تو خونه فکر کنم باید بشم کارهای خونه رو بکنم. صابخونه ما هنوز این خونه رو درست حسابی تحویل من نداده، یعنی این خونه هنوز ایراد داره، برقاش نمیدونم جلوی دراش و کوله اینا رو هنوز به من درست تحویل نداده. یعنی امروز اومده بود یه تیکه کاراش انجام داده بود، دوباره رفته دوباره اومده دیگه. چیکار کنم دیگه، مجبورم بسازم. موقعی که این خونه رو میخواستم بگیرم خیلی دنبال خونه گشتم. من خونه که مثلا میخواستم بگیرم باید خونه برای من هیچ مهم نیست، محله اینا هیچ محله مهم هست ولی نه زیاد، ولی خب مثلا تمیزی خونه خیلی واسم مهمه که مثلا خونه که میخوام بگیرم تمیز باشه. من خیلی مثلا سر این قضیه حساسم، دوستم خونم همیشه تمیز باشه. بعد اون خونه هم که دارم زندگی میکنم باید حتما تمیز باشه. بعد صابخونه به من قول داده بود که خونه رو رنگ کنه، ولی چون میگه بنا اینجا کردم دست بالم خالیه فعلا نمیتونم رنگ کنم. منم مجبورم با این قضیه کنار بیام، مجبورم. بچه‌ها این برنجم که رفت واسه دم، اینم خورشتمه. حالا نتیجه رو واسهتون میذارم. مامان پارسا خیلی داره گریه میکنه. بله 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 میگه برو اون و من در کشو رو باز کنم. خیلی این کار زشته ها، این کار خیلی زشته ها. بچه ها صبح من اومدم یعنی داشت گفتم که کارتمو جا گذاشته بودم، از میدون دوباره برگشتم خونه. به ارشیا گفتم ارشیا خواستی صبحونه بخوری پنیر یا چیزی بخور، برداشته تخم مرغ زده. بعد اون یه تیکه که دارم بهتون نشون میدم اونجا رب ریخته بود رو فرش. نمیدونم چیکار کرده که رب ریخته بود رو فرش. دیگه من اومدم خونه دیگه فرش منم سفیده، وقتی کثیف میشه یعنی مکافات دارم میخوام تمیزش کنم. نگاه کن آب لیمون رو برداشته. مامان پارسا میذاری سر جاش، نگاه کن کشو رو فقط چقدر نامرتبش کردش. میذاری سر جاش مامان؟ میذاری؟ مرسی. بذار سر جاش، آفرین. در کشو رو هم ببند. مرسی. حتما باید در اونم ببنده، در آب لیمو رو. خدا این نازنین. بذار سر جاش مامان. بچه من مثلا انگار امروز آب بدن من واقعا کم شده، همش تشنم میشه، همش چای تو فلاکس دارم هی میخورم، هی میگم خدایا چرا من همش آتش دارم. امروز میگم آفتاب انقدر زده تو سرمون که هرچی من آب میخورم تشنگیم برطرف نمیشه. بچه ها برم الان مرغو بکشم، آخرش واسه تون میذارم که ببینید. بچه ها دیگه وقت نشد سیب زمینی سرخ کنم، چاشنیش بذارم واسه تون. خب بچه من غذام حاضر شد، برم که بکشم دیگه شام بخوریم. ما هم پارسان به شدت گوش نشه. فعلا با اجازه، خداحافظ.